برای مردم ما این گفتنیم است که یک دست شویم. تا کی از فامیل خود ما یک نفر بسوزه یا در دریا بفته که ما بریم اینجا صدای خدا بکشیم، یا ما میگم اون پشتون بود تو یا تاجیک بود، چرا یک صدا شویم؟ اگه یک صدا شویم، یک افغان باشیم، هیچ کس سر ما نمیرسه. زور هیچ کس سر ما نمیرسه. اگه ما یک اتحاد شویم، اگه ما نصف ما طرفداری از ایران کنیم، جاسوسی ایران نکنیم، نصف ما جاسوسی پاکستان نکنیم، جور شدنی نیست این رقم. ما عدالت میخواهیم، ما از حقوق بشر میخواهیم که پرسان کنه. این ما میگم که در دادن افغانا یک اکسیدنت نبود، این یک مادر است. این مادر بود، سر از او تیل انداخته شده، اونا را در دادن. حقوق بشر کجاست؟ چرا یک نفر از اینجا حقوق بشر نیست که بیای پرسان کنه از ما؟ چرا پرسان نمیکنن؟ چرا؟